برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. در برنامه سیاسی تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. امروز درباره عالم وحوش دوپا در تاجیکستان صحبت میکنیم. وحشیانی که در جامعه از شغال بدترند، اما هرگاه به دستشان اسیر افتید خود را شیر ژیان میپندارند. جنگل که خالی از شیران باشد، هر روباه و شغال در آنجا شف می شود. در بازداشتگاه موقت سپس در زندان رقم 4 معروف به یکم سویتسکی، مسلم کوزوف 45 ساله شدیداً شکنجه شده است که در نتیجه قسم چپ بدن او از کار مانده فلج شده است. همچنین مسلم بیناییش را هم تقریباً از دست داده است. سبب شکنجه مسلم قبول نکردن دادن اظهارات علیه برادرش شاه نعیم کریم، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که در خارج به سر میبرد. مقامات از مسلم طلب دارند نزدیک نواربردار علیه برادرش صحبت و فعالیت سیاسی او را محکوم کند. اما مسلم کوزوف راضی نمی شود. سبب اساسی شکنجه شدید که یک انسانی آزاده و غیور را به آستانه مرگ برده است، همین یک اظهارات علیه برادرش است. حالا بیایید اول اظهارات شاه نعیم کریم، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و برادر مسلم کوزوف را گوش میکنیم. بعد برنامه را ادامه میدهیم. من کوزوف میرزا رحیم که اکثری نزدیکان و یار و دوستان مرا به اسم شاه نعیم کریم یاد میکنند و صدا میکنند، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم. کوزوف مسلم برادر من است و او 45 سال دارد. مسلم کسی است که در گذشته حاضر باشی رهبر فقید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد سید عبدالله نوری بودند و وقتی که استاد صلح کرد و طرفین امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی را به تصویب رساندند، مسلم هم در برابر جوانمردان این ملت دوست و وطن دوست سلاح خود را بر زمین گذاشت و رفت پی زندگی خود. اما این حکومت خودکامه و همگان میدونند که چقدر انسان‌های پس فطرت نامرد در داخل همین حکومت جای گرفتند و قرار دارند، به مانند امام علی رحمان و سید مومن یتیم و دیگر چاپلوسانی که در خدمت این دو هستند. اینها دیگر یگان ارزش ندارند، چون اینها دست به کارهای میزند که زبان از گفتن آنها لال میماند. مسلم که برادر من است، به خاطر آن که دادر یکی از بگم اپوزیسیونی، یعنی اپوزیسیونر این حکومت یا که مخالف این حکومت یا کسی که از سیاست‌های غلط نادرستی امام علی رحمان انتقاد میکنند، اون را دستگیرش کردند و چطوری که معلومات برای ما رسید مدتی 6 ماه بیشتر است که او را زندانی کردند. دادگاه مسلم در پس درهای بسته صورت گرفت. کسی از نزدیکان، خویش تبار و یار و دوستان در مراسم دادگاه او شرکت نکردند. نه دادستان معلوم بود و نه قاضی پرونده. و باور کنید تا حتی یگان خبرنگارم در دادگاه شرکت نداشت.
مسلم را گاوسود کردند و به 18 سال زندان محکومش کردند. به خاطر چی؟ به خاطر که اون برادر من است. به خاطر که اون برادر من است او را اینقدر شکنجه کردند تا اعتراف به اساس را بر زبان آورد و به همین خاطر کتم کمیته دولتی امنیت ملی با او دیکته کرده بود که بعض اتهامات را علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رهبر آن استاد محیدین کبیری بزند. و شما همگان شاهد هستید که اون سخنهای پیش تعیین شده را که از جانب کمیته دولت امنیتی ملی طرحریزی شده بود در داخل فیلمی در ناخنک خیانت صدا داد. مسلم را این نامردها اونقدر شکنجهش کردند که نیمی بدن او فلج است و چشمانش هم ضعیف شدند و از کسلی دل رنج میبرند. فشارش همیشه بالا می رود و تا حال در همین حالت قرار دارد. جیانی ما باشد ربانی، فرزند برادر بزرگم، نه اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه فرد سیاسی است، اما به خاطر آنه که دارو میبرد به عمکش که مسلم است و برای او غذا میبرد، یعنی دچکه میبرد، از طرف کمیته دولتی ناامنیت ملی همچون خائن بگم قلمداد شده ایستاده است. بعدی شکنجه ها و پرسجوهای چند روزه این بنده خدا با این بنده خدا دیله جنایتی کشیدند و گفتن که زندانیش میکنیم. تأکید میکنم جیان من ربانی نه نهضتی است و نه سیاسی و نه همکار بهینید، اما به خاطر آنی که جیان من است و عمک به گناهش از شکنجه فلج شده است، نیاز به دارو و بدچکه دارد و ربانی کمکش میکند مگر این جنایت است و خیانت به وطن و باید زندانی بشود. این در کدام قانون و در کدام اسلوب انسانی جا میگیره؟ آخه امروزها برادر من مسلم را فشار آورده ایستادند، شکنجهش کرده ایستادند در زندان. ها کسی که در زندان است، خود زندان این خودش شکنجه است. آخه با نامردا چقدر یک انسانی که از دستش چیز نمیبود اون را شکنجه میکنه؟ برای چی؟ به خاطر که باید زیدی من، یعنی زیدی میرزا رحیم، یعنی زیدی شانه‌ای میکنن که در اروپا زندگی میکند، باید اظهارات بچی. اگر اظهارات نتی، همین خیلی گفتن که اگر اظهارات نتی جانت ربانی را میارم، اونم در کامیرای او برا کرده او طرف خود جاش میکنم و اون بلایی را که به سر خود آوردگیم اون بلا را بر سر ربانی میارم. من چی گفتنیم؟ ای مرد مانند های نامرد و ای ناکسان وحشی، ای امام علی شریف رحمان و ای سیمومین یتیم، بدانید اون بلایی را که شما بر سر ملت تاجیک آوردگین کو بر سرتون می آید و بر سرتون می آرمشون. و با اون چوپلوسکانی که در خدمت این دو نفر است من گفتنی هستم، این دو نفر پاینده نیستند و همیشگی نیستند و اینا دیر یا زود رفتنی هستند. و من به شما میگم که شما در فکر خودتون و خانواده های خودتون باشید، چون ملت دیگر برداشت این چنین
بگیم ظلم و تجاوز را ندارد. در همین زندان اناربای سفروف ساکن جماعت وارخ ناحیه اسفره و از اعضای سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از گرسنگی، بیماری و نرسیدن دارو و شکنجه مسئولین زندان رنج میبرد. طبق معلومات منابع پیام بیش از 3 ماه است که اناربای سفروف بیمار است، اما مسئولین زندان او را نه به بیمارخانه انتقال میدهند و نه دارو و درمانش میکنند. منبع ما میگوید در این مدت به سفروف یگان مراتبه از بیرون هم نه خوراک و نه دارو وارد شده است. همچنین او زود از طرف زندانبانها مورد شکنجه جسمانی و روانی قرار میگیرد. متاسفانه منبع نتوانست سبب این شکنجه ها را و اینکه زندانبانها از او چه میخواهند معین کند. باری اول نیست که فعالان، نزدیکان آنها و حتی اشخاص کاملا بیگناه که با اتهام دروغین به دست اهل وحوش دوپا، قصابان پلیس، امنیت یا زندان ها می افتند و در نتیجه شکنجه معیوب و مسلوق و حتی کشته می شوند. در این باره خبر و مقاله، تحقیقات و تحلیل های زیاد نشر شدند. سازمان های زیادی بین المللی نیز زود بیانیه نشر می کنند. سازمان های بین المللی معروف چون سازمان ملل متحد، امنیستی اینترنشنال، هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و غیره وجود شکنجه در تاجیکستان را تصدیق و به اقدامات علیه آن دعوت کرده اند. اما وضع بهبود نیافته، برعکس با سرعت رو به بدشوی است. اما موضوع بحث ما این نیست. موضوع بحث ما این است که ما میخواهیم از سبب و نتیجه این شکنجه ها و کشتارها صحبت کنیم. یک دوستم نقل کرد که چند روز قبل در یک میز با تاتار واخورده که در بیکاباد ازبکستان تولد شده بزرگ شده است. سپس در تاجیکستان هم زندگی کرده است. چون دانسته که از تاجیکستان است، سوال داده است که به همین موضوع برمیگردد، به همین موضوع امروزه ما. گفته است تاجیکان از غیورترین ملت اتحاد شوروی بودند. من همیشه از آنها افتخار میکردم. ملت های دیگری آسیای مرکزی همیشه نزد حاکمان و منصبداران دست پیشی بر خوب اکه می گفتند، اما تاجیکان هیچگاه نزد منصبدار تملق نمی زدند و خوب اکه نسبت منصبدار در لغت آنها وجود نداشت. این عباره را آنها تنها به نفران از خودشان بزرگسالتر با نشان احترام استفاده می بردند. به شما چه شده است که 30 سال است یک کلخاسچی دیکتاتور را طاقت می کنید و حالا او را حتی پیشوای ملت خونده اید؟ غرور ملت که شکسته شده. دوام 28 سال حکومت رژیم امامعلی رحمان، هزارها جوانان و مردان غیور و بناموس این ملت کشته شدند. با شکنجه روحاً و جسماً معیوب و مسلوق گشتند و یا از کشور فرار کرده و در اقصا نقاط جهان پراکنده اند. حالا کمترین صدای اعتراض با سرعت و شدت تمام پخش و برای همیشه خاموش کرده می شود. کمتر افراد در کشور وجود دارند که برای صدای اعتراضشان بلند شده و به مقامات کشیده و شکنجه جسمانی یا حداقل روانی نشده باشند. البته هستند نفرانی که سالهاست علیه بیدادی ها صدا بلند می کنند، گاه با احتیاط و گاه بدون آن، و تا حال زنده و سلامتند. اما متاسفانه این افراد انگشت شمارند، خیلی انگشت شمار. آنها توانستند مرحله های تعقیب و شکنجه را با سری بلند عبور کنند و به سطح رسند که دیگر شکنجه یا قتل آنها برای حکومت دردسری بزرگ درست می کند. ولی چون شمارشان خیلی کم است، به وضع عمومی تأثیری چندانی رسانیدن نمی توانند. همیشه در تاجیکستان و بین تاجیکان
افراد قابل احترام جایگاه و الگو برای تقلید بودند که غرور و ناموسشان را به هیچ چیز عوض نمی کردند. این باعث می شد جوانان ملت در همین روحیه با غروری و با ناموسی بزرگ شوند، به سمت الگوهایشان حرکت کنند و سطح غرور و ناموس در ملت بالاتر و بالاتر رود. این سبب شده بود که هیچ تاجیک در ارتش شوروی چما نشده بود. هیچ ملت جرأت تحقیر کوچکترین تاجیک را نکند و غرور تاجیکی مثل گردد. همین غرور تاجیکی بود که سرهنگ رستم سعیدوف که تنها سردار پلیس یک ناحیه بود توانست زمینی غصب کرده شده از جانب ازبکستان را برگرداند، چند جنرال ازبک و ماشین های جنگی را اسیر و غنیمت گیرد و برای سالها فکر چشم علا کردن به زمین تاجیکان را از سر همسایه ها بیرون اندازد. همین غرور تاجیکی بود که هرگز قرغیز جرأت نمی کرد به سمت تاجیک سنگ اندازد، چی رسد به کشتن تاجیک و با زور غصب کردن زمین خانه اش. اما الگوهای این ملت را پس از استقلالیت یک تا شروع به کشتن کردند. در اول جای هر کشته شده را نفر دیگری می گرفت و خالیگاه احساس نمی شد. اما کم کم این کشتار و شکنجه و تعقیب به حد رسید که خالیگاه های ایجاد شده برای همیشه خالی باقی مانند و غرور و ناموس جایشان را به تملق و ترس دهند. حالا الگوی جوانان ملت دادستان ظالم رشوه‌خور، کارمند اندازی دزد و پاره‌خور، گمرکچی غارتگر و مال مردم خور، دادرس بی‌وجدان و قانون شکن شده است. والدان این جوانان نیز ده ها و صدها هزار دلار مصرف میکنند تا فرزندشان دادستان، دادرس، کارمند انداز و گمرک شود و مال مردم دزدد، به مردم ظلم کند و مسلم ها و اناربای ها را در زندان ها برای همه عمر معیوب و مسلوخ سازد و یا بکشد. پدر و مادران امروز برای ملت خود خون مردم خور تربیه میکنند، هزارها دلار خود را مصرف میکنند. انا برای همین فرزند مکتب تمام میکند، کجا خواندن میفرستی؟ انشاءالله دادرس میشود، دادستان میشود، کارمند انداز میشود، خون مردم میخورد. شاید صدها جوان و نورسی دروازی آرزو میکرد که مثل مسلم با غرور، سربلند و ورزش کرده و تاثیرگذار باشد. مسلم از جوانان غیور و با ناموسی با عزت یغناب است. همین حتی زیر شکنجه شدید که سلامتیش را هم گرفته است، راضی نشدنش به دادن یک اظهارات از غیرت و شجاعت او حکایه می کند. اما حالا او معیوب و مسلوق است و شاید حتی کشته شود. از آن صدها جوانی که او را الگو قرار داده بودند، شاید یک دو نفرشان آرزوی مثل او با سر بلند و حفظ غرور به شهادت رسیدن را کنند. اما صدهای دیگر از دیدن قسمت مسلم و مسلم ها سمت الگویت خود را تغییر می دهند. همین طور غرور و ناموس جایش را به ترس و وحشت و خاره و تملق می دهد. همین طور ملت به ملت ترسو، روشن و جمشود، کوچروب و اخلاق کش تبدیل می شود. مقامات خودشان هم می دانند که اظهاراتی که می خواهند از مسلم بگیرند هیچ تأثیر به شاهنامه کریم و مخالفین و نه به مردم ندارند. آنها این کار را 10 بار کرده اند و تجربه هم نشان داده است که بیهوده است. اما دست بردار نیستند. ظاهرا این کار را برای تسکین دل خودشان یا نشان دادن به مخالفین که ما حداقل داریم قصاص شما را از نزدیکانتان میگیریم انجام میدهند.
اینها به درنده های وحشی تبدیل شده اند که همیشه چشم خون گرفته اشان خون میخواهد. آنها همه شیران ملت را کشتند و اینک شغالان ملت های دیگر به این ملت زمان باغرور و سربلند میتازد و خانه اش را صاحب می شود. در صدر این ملت و حالا در اکثر زینه های حاکمیت و مقامات آن شغالان قرار دارند که مقدساتشان تنها کرسی، منصب و پول مال است. برای به دست آوردن آن آماده اند از همه مقدسات دیگر، چه دین، آیین و چه غرور و شرف و ناموس بگذرند، چون خودشان از این همه گذشته اند. میخواهند ملت مثل آنها به ناموس و به شرف باشد. میخواهند آن شکستگی که از تملق نزد رهبران خواجگان خود احساس میکنند از شکستن افراد با غرور و با شرف ملت جبران کنند. این است که هر نفر با غرور و با عزت برایشان خائن است. همین است دیگر، چیزی دیگری نیست. با همین اینها خودشان را خودشان تسکین میدهند. شرمنده ها. در برنامه فرداینه دیدگاه نصیب باشد ما سیر نهفته را درباره هلاکت زندانیانی که روز 7 ایول سال 2019 هنگام انتقال از زندان خوجند به دوشنبه جان دادند افشا خواهیم کرد. شاهدی که هنگام انتقال محبوسین زنده مانده است با رادیوی پیام مصاحبه کرد. فردا نصیب باشد در برنامه دیدگاه همه دروغ‌های مقامات درباره ازنان زهرآلود شدن محبوسین، وحشیگری‌های نوری‌الدین رحمان و دیگر همراهانش برملا خواهد شد. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برنامه دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت لطفاً پیگیری کنید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. این چنین ماندن یک معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.